روز سرد زمستان و همکاران ما در مسیر آغاز خیر اندیشی به باشندگان یک دهکده در شهر کابل. به شرکت عرضه کننده مواد تعمیراتی غرض خریداری لوازم برای حفر چاه آب می رسیم تا با فال ساختن چاه حفر شده خیر دنیا و آخرت نصیب شما عزیزان شود. خوب هموطنان دیگه آهسته بخیر بارگیری شروع است. ریسپان هم انداختیم، جغل هم پایپار هم استاد دال متر کردن لین است. آهسته تا تکمیل میشه. ما دیگه فقط تمام چیز خریداری کردیم ببینیم که اگر پول ما پورا کرد یک دانه ذخیره مجبور هستیم که بگیریم، خاطر که بدون ذخیره امکان نداره. خب دوستان عزیز سلام برسه، خدا کنه خوب باشین. امروز با کمک یکی از هموطنان ما به نام اخلاص زید صاحب که یک مقدار پول روان کرده بودن، اما متاسف به این هستیم که هر چیز قیمتش دوچند شده و امروز قرار نرخی که ثابت هم نیست. سرای شاهزاده نیمه بسته است، $1 به یا $100 ما به افغانی 12,500 هم قدره شاید شود تا 10,000 تا 13,000. یعنی در افغانستان همه چیز به دلار خرید و فروش میشه. به اون لحاظ اگر دلار بالا میره نرخام بالا میره. ما یک پایپ قبلا میخریدیم 800 و 900، حالا یک پایپ شده چند؟ 1620 روپای یک پایپ شده و پایپ دیگه شام 1420 روپای. یک آبازکی که ما میخریدیم 7000 8000 فعلا چند شده؟ 13200. همینطور لین برکه که میخریدی 55 60 روپای الان 102 روپای میخریدی. ریسپان میخریدی کیلو 140 45 الان 210 روپای. و هر چیز که در افغانستان خواست خارج میه مواد با دلار خریده میشه که با دلار ضرب کنی محاسبه کنی بس فکر کو که سابق 10% مزدوری بعد در 2% مخابه که مدرسه. حالا خودت چقدر اخلاص کردی؟ همین چند روز پیش که دلار 100 چند روپیه بود او حساب کردی یا نه 130 روپیه؟ او یا دواریم خوب نیست منتها اگر ایره با نرخ امروز حساب کنیم خب هر پای ما باید از 2000 بالا حساب کنیم. خب سابقا با تو معلوم است که به خرید ما کمک کردیم. الان هم چیزی که در توان بود یک کمک خدا کردیم با نرخ خویش ندادیم 2200 سودا میشد 1600 دیره نمیشته کردیم. دا چې د نننی په نرخ دی حساب کړی او 1 لک ته رسیدونه. دا که په نننی نرخ ما حساب کړی وای دا تخمینا 95000 یا 90000 شاوخوا فکر کوم چې دوی رسیدو. نو تا خپل اخلاص کړی پکې. این در صورت است که ما بیخی در شرکت مرکزی آمدیم جایی که دیگه اینا برای دکاندارا توزیع میکنن. قبلا ما از دکانای پرچون میگرفتیم، ما امروز آمدیم به عمده فروشی تولید دارم خودم و خودش تولید داره دیگه. او را خودش میفهمه چقدر اخلاص کرده. مقصد نظر به مساعد 103 روپیه که بود دلار در او حساب کرده. امروز دیگه 130 است، شاید بالا بره یا پایین بیه او را ما نمیفهمیم. به هر صورتش اینا منبل است که و دیگه چیزای مانوز مانده دوستا، ذخیره مانده، پایپای اضافه که به ذخیره وصل میشه و مانده دیگه. از اینجا کل چیز خلاص است، مکمل خلاص است دیگه. پول کارگر، پول چاکن یا نوز مانده. سلامت باشه حاجی صاحب. قربان. جمله حساب د تاسو راځي 98,615 روپۍ. ها صحیح شو؟ صحیح شو. نیرم بازم چی را بته دریوار کرای شه. انشالله دا شاین مواد ټول کې تکمیل شو. ښه سر بیا ذخیره پاتې یا ذخیره او دا شاین د پاتې بس خیر سکور دی ودان را خیر پیسې ماته وصول شو. خیر ان شاء الله. ابل برکت ماته. صحیح ده. دوستا واقعا متاسف هستیم که
اگر نکنیم هم چاره نیست، چون چهار از قبل محفوظ جان افر کرده بود دیگه. باید ایره تکمیل کنیم بر قیمت که شوه. خدا سر ملت ما رحم کنه. واقعا دردآور است. یک بوریارد به 3000 افغانی رسیده. کسایی است که حتی یک نان خشک ندانن پیسه‌ش. واقعا ساعت از روز هست و باز هم همکاران ما در دهکده از چاردی شهر کابل، مکانی که با کمک شما خوبان به دلیل نیازهای شدید باشندگان این دهکده به آب آشامیدنی چاه آب را حفر نمودیم و قبل از افتتاح این چاه آب صحبت‌های از بزرگان این دهکده را شنوا می باشیم. این دیگه یک صدقه جاری است دیگه که تا که انسان زنده آمد و دردش میخوره که بمرام. این در آخرت با دردش میخوره. ولی نمی ما یک سولر که نداریم در مسجد، باید این یک سولر اگر کمک کنه اینی خوبتر میشه که چراغ مسجد در بگیره. بچه ها قریات درس میخونن، اینجا نماز میخونن، در تاریکی برق میرن. کل مردم سر خانه خود دعا میکنن. خدا خیر نصیبتان کنه. بخیر بود. شما چی گفتنی دارین در مورد؟ ما بازم در آخر از شما و از تک تک شما تشکری میکنیم، چون نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر الناس من ینفع الناس. بهترین شما کسی است که منفعتش به مردم برسه. و این یک صدقه جاریه است. این برای همیشه باقی مانده اینجا. یا تو فکر کنی که یک کس خودش خبر نباشه و در اکانتش پیسه آمده و دار دنیا، ولی که این اجر آخرتیش می به می شکل است. این کسی که از دنیا میره بازم این صدقه جاریه است. بله. چی زنده باشه چی زنده باشه چی مرده باشه، هر کسی که کمک کرده این اجر ازی پاداش ازی تا یوم القیامت تا که اینجا هست که برش میرسه. حال برای ما هم در این چیز میرسه در دنیا یا نه. کسی که پیشتر نبی کریم صلی الله علیه و کسی که یک کار خیر کوشش میکنه یا کمک میکنه، مثل عزیز که عمو شخص خودش هم کار انجام داده باشه و شما هم در این کار شریک هستین و همی که اخلاص کردین تا بین اینجا کلگی شریک هستین ان شاء الله الرحمن. چطور از خوش هستی نیستی که بنبره به کمک هموطنایی که در بیرون از کمک کردن؟ آقا چرا خوش نیستیم؟ ما اینمی قریه کلگی اما از اینجا میبره اموزی ما این هفته‌های ما گرفتم میاییم در مسجد میبریم وضو میکنیم. ما خوش هستیم که اگر ما یکی دیگه هم داریم، اگر برای ما یکی دیگه بزنه اینمی کل اینمی مردم غریب از بیچارت دیوالایشان هسته تو خامت هیچی ندارن که یک چا بزنن. اینمی آوهای از کجا میاین، از اینجا بشکه و کراچی میاین او میبرن. سلام علیکم. امام این مسجد است و از جایگاه و پاداش این عمل نیک حرف و حدیث های دارد. اصلا فرموده پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است که هر کسی، مثلا یک صحابی کرام به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عرضه کرد که یا رسول الله چه کمک بکنیم ما که ثوابش به مادر ما برسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش فرمود که چای آب بزن، خصوصا اینمی چای که شما زدین برای مردم. اینمی چای را بزن که عمده ترین ثواب یا عامل منفعه است، تا که چا فعال است، ثواب صدقه جاریه برای هر کسی که باشه، هر برادر ما که باشه، پروردگار دائمی برش ثواب میرسه. و از عمده ترین ثواب عامل منفعه چیزا عامل منفعه خدمت های مردم است. باز هم از همه تشکری میکنیم، ضمناً ما به این معنا که یک نعمت بزرگ خداوند است که به صاحبش هم خداوند عطا کرده. به ما مردم بیچاره ما که خداوند عطا کرده هر دوش نعمت است. از این نعمت سر نعمت ما از پروردگار هم تشکری میکنیم، از رحمت خداوند امیدوار هستیم و برای برادرای ما دعا میکنیم که پروردگار در مالشان برکت، در اولادشان برکت، در تجارت و مالشان برکت
و در جوانیشان برکت. خداوند مشکل ما و شما را از فضل و کرم خود حل بکنه. دیگه امیدوار رحمت خداوند هستیم و دعا میکنیم اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک و انه لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم افتح لنا بالخیر و اختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر. با سلام مجدد دیگه سخنهای خدا خاتمه میبخشیم. الله پاک خاتمه همه ما را به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بکنیم. سلام دوباره هموطنان عزیز، سپاسگزار هستیم از تک تک شما که همیشه کمک میکنین به هموطنان نیازمندتان در بخش کسب و یک سپاسگزاری خاص میکنیم از برادر ما فهیم جان اخلاصی که بسیار با مشکل پول روان کردن، بانک‌ها پول نمیداد، همکارای ما هم سرگردان بود و همچنان ما یک نل را که میخریدیم 500 افغانی امروز باید 1000 افغانی بخریم به خاطر قیمتی به اوج خود رسیده. نه تنها که نل و پایپ یا که خوراک کباب، همه چیزی که شما میبینید قیمتش به اوج خود رسیده. امیدوار هستیم که این مشکلات به زودی حل شود و ما قرار بود که یک لوح هم یا یک نشان سنگ هم بیاریم اینجا وصل کنیم، اما دکان بسته بود. محفوظ جان در جریان است، انشالله که 2 روز بعد بازو را میاره یک جایک میمانه که همو دوستا بفهمه که از طرف کی همی چا اوفر شده. بعد از یک 3 هفته شد که خودت اینجا را کارش شروع کردی. 2.5 هفته دیگه مکمل شد. خب یعنی 100 متر کندی. خب با امید که همی دیگه مشکلات بی اوالی را مرفوع بسازه و خداوند پاک آب زیر همیشه جاری داشته باشه. تا ثوابش به مرجع مسئول بله برسه. بله. و حالا آماده هستیم بخیر که می افتتاح کنیم. از جناب مولوی صاحب خواهش میکنیم که قیچی کنن بخیر، بازه و امیلا بتن که او میای یا نه. اتنا شکل نل ایلا کنین یه چیز درک نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همین قسمت سعید دیگه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. خداوند پاک دیگه خیر برکت بده کل ما و شما را که برای یکی دیگه خود خدمت بتانیم. اگر همسایه ما گشنه است نان خدا کتش نصب کنیم دیگه این دنیا خود به خاطر بله به خاطر چی میگن امتحان است. بله. حالا مولوی صاحب یک باز کنین کاپ میای یا خیر؟ انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چک چک میکنیم پروردگار عالم دیگه همه تا بشه جاری داشته باشه. فکر کنم 2 تا پایپ است نه؟ اینا دوستا دیگه بخیر هر دویش بخیر آماده است، میتونن که همیشه از این آب استفاده کنن. خب این از شیرینی هم بخیر بگیرین مولوی صاحب شما. در جریان ادی ما یک چیزی برادر محترم ما فهم هستیم که ما برای اطفال در درس همیشه بی برق هستیم. اینه میبینین شما ببینید کابل برق نداره. بله بله. یک مشکلاتی که ما با درس با اطفال خود داریم که اندازه نداره. اگر برادر محترم ما بتانه که کدام تخته زیبا شمسی سولر برای ما بگیره، بله دیگه انشالله که صبح و شام این قرآن دعا خواهد کرد. بله. نه اگر ما دعا بکنیم یا نه قرآن دعا میکنه براش. دیگه از طرف ما این پیام برسانین که انشالله جنت کمایی کردن اینمی راهاش است. بله بله. بزرگان این دهکده از نبود برق در این مسجد شکایت می کند و برای تدریس قرآن عظیم شان به فرزندان اهالی این دهکده درخواست کمک برای خریداری سولر آفتابی را از برنامه می کند.
انشالله که با می مشکلم 4-5 گروپ از طرف خواهر ما مینا میرزاده و همچنان یک خانم دیگه است به نام عاقله اکرمی از ترکیه 4500 خواهر ما روان کرده. 6100 هم خواهر ما مینا میرزاده از کانادا که هر دوی از یک جای میکنیم. فقط شما فقط همی غم چی را بخورین بخیر سولاره که یک 5-6 تا گروپ داشت واصل شوه به خاطر که همی اطفال درس میخوانن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10600 از طرف دو تا هموطن ما کمی مشکل هم رفع شوه دیگه. پروردگار جنت الفردوس نصیبتان بکنه او پروردگار در جوانیتان برکت بکنه. پروردگار مشکلات همه ملت مظلوم ما را حل بکنه. هم بر شما دعا میکنیم که پروردگار هم برای همشیره های خود که پروردگار مشکلات ظاهری و باطنیشان امرای ما همه دوستا حل بکنه. قربانتان دوستا. ما قربان امیت جوانا مثل شما که در خدمت مردم باشه. سلامت باشه. کسی که خدمتگار مردم باشه ما به صفت یک مولوی من نوکرتان هستم. قربانت باشه. من خادمتان هستم. خدا خیر نصیبتان کنه. با دیگه ای تو نه که ما سر شما خدا بلند نه خواهش میکنم. نه بلکه ما به صفت یک خدمتگار میره براتون میگم که الله جل جلاله مشاهده میکنه این حالات. پروردگار مشکلات همه ما را ظاهری و باطنی را سلامت باشین. قربان. دعا بکنین حاجتمندان اهل اسلام، شفای بیماران اهل اسلام، خلاصی قرضداران اهل اسلام، خلاصی بندیان اهل اسلام، سلامتگی سر مسافران اهل اسلام، مغفرت گذشتگان اهل اسلام، تقویت دین اسلام، شکست کفار کفره بد کردار، آبادی دین و جمیع بلاد الاسلام. اللهم اغفر لی و لمن قال و یقول لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. قربانتان سلامت باشین. فقط آرزوی ما دیدار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. خداوند نصیب همه ما خیر باشین. زنده باشین. خب دوستا باز هم تشکر میکنیم از هموطنهای عزیز ما که همیشه کمک میکنن و ما با کمک برادر ما فهیم جان اخلاصی این چهار افر کردیم و چیزهایی که مصرف شده خریداری کردیم. پول محفوظ جان چقدر میشه، چقدر پایپ خریداری کردیم، چی چیز خریدیم، کلش همکار عزیزم در آخر برنامه یادآور میشه که چی را چند خریدیم و چقدر پول روان کرده بودن. او را انشالله که ما در خدمت هستیم تا دیدار دوباره. خداوند یار مددگارتان، پیروز و کامگار و سربلند باشین. زنده باد افغانستان. خداوند پاک آخرت کل ما را خوب کنه. دورتر از این مسجد مدرسه هم تأسیس شده است که با امکانات نامناسب برای فرزندان این جامعه زمینه آموزش قرآن کریم را مدت 17 سال می شود فراهم ساخته است. تو چی را می خوانی؟ مالفلامه. آفرین. تو بخوان بچیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. آفرین. یک تایمش دارالفاظ است که صبح است، یک تایمش طبقه اوناس است که نیمه است و یک تایم دیگه باز دارالفاظ است که تایم از ساعت 4:30 بجه شروع میشه. بله. ولی که یه چیز برگرم کردن خودم یا نداره که گرم کنه. خواه. این دنم تا هوای سرد است. این دروازه‌اش است. باز که دروازه را از همون راه رفت آمد میکنن. این میگه یک راه رفت آمد است. دیگه یک بخاریگک داشت، بخاریگکشون پودریا این دروازه رو باز کردن میرم بردن. الله. بچه‌م خنک نمیخورین؟ هوا سرد نشده؟ تو خونه کلاه در سرت است، جمپری دیگه را یخ میزنه. تو را بچه‌م خنک است نه؟ حال اینجا بخاری ندارین؟ نه. بخاری باشه گرم باشه خوب نیست؟ است. گرم باشی نه؟ باز درس صحیح یاد بگیری.
خب یا خدا مهربان است. گفتن 3 تایم درس است؟ بله 3 تایم درس است، خاص بر رضای خداست. از کس شما میتونید پرسان که از کس می فیس اینجا میگیریم؟ بله. هیچ چیزی نیست. و گفتم قدر وقت خودم وظیفه داشتم یک چیز کمک میشد از ماش یا میشد باشه. بله. بخاری یا مثال گازشون این ری سفید از قوم است، از کس تا بال 1 روپیه نه بر زمستانشون گرفتیم و نه بارشون که کولر چیزی چالان میکنیم. بله. ولی که حالا دیگه خود از توان ما بالا شده دیگه. قبلا ماش بود یا گزاره میشد؟ گزاره میشد. خودم وظیفه داشتم از ماش خود اضافگیش یک چیزی که میشد یا نمیشد و از همین یک مثال یک بخاریگه که چالان میکردم هر سال، ولی که امسال دیگه نیست توانش. بیکاریست، بیروزگاری است. خب یکی جای از یا خرد است. بله. جای از یا خرد است که نمی 3-4 تیم ساخته شونه. بله. اینم جای از یا خرد است، نمی توان نیست. ولی در قوم هم توان نیست، در میام توان نیست که امیر یک جور کنن، یک ذره کلان شوه، نمی یک کمک کنن که می مدرسه با آخرتشان به درد میخوره. ولی هر کسی که کمک این مدرسه را کنه ایره او را بله. هر جیشی نمی بچه که دخترک قرآن خان شوند دیگه این ثواب ازی در پدر مادر از یا میرسه. ولی در کلش و 10 سال از این مدرسه میشه که گالت است. اینجا بیاین مورد شب. خب چقدر وقت میشه؟ 17 سال از تاسیس از این مدرسه میشه و در طول 17 سال اینم تو خاص بر رضای خدا درس گفتن. کدام شاگرد داری که مکمل حفظ کرده باشه یا اینکه مکمل؟ در 2 تایم حافظا داریم و فعلا دخترکای کس یا حفظ میکنن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم. خب دوستا، جناب قاری صاحب گفتن که تقریبا 17 سال میشه که اینجا رایگان برای هموطنهای عزیز ما درس قرآن میته و این یک اجر دنیا و آخرت است. فعلا زمستان سرد است، امروز بارانی هم است، شاید که برف هم بباره دیگه. طفلک ها که درس میخوانن هوا سرد است، نه بخاری دارن نه کدام چری دارن، هیچ چیز ندارن. امیدوار هستیم که این مشکل هم بخیر حل شود و زیر پایشان هم بسیار سرد است. فکر کنم دیگه اینا شیشتن. بله شیشتنی رو از مسجد کمک کردن. خدا خیر بده. می سفید ایر از مسجد کمک کرده برشون. بله. که در زیر ازی باید یک ذره فوم باشه. هیچ چیزی نداره. فقط دیدم سر زمین آور شده، چیزی نداره. یا در روی زمین بوده. والا ایره که ما از مسجد آوردم قاریتای و گفتم بیا که حالی بود دخترکا کلگی خنک میخواد. بله. اینجا بیای که بیاره میشه میره در اینجا پارتی. بله. توکل به خدا، انشالله غمش هم میخوریم دیگه. خدا مهربان است. کمک دوستا مخورترک است که از اونجا صبح بچه ها دارالحفاظ است که از ایران می و تایم پیشینکیش که طبقه اوناس است از ایران. خواه بسیار اینه 1000 2000 3000 4000. این فقط از طرف خودم خداوند اجر دارین نصیب با عزت باشه که شما یک توجه کنید به خاطر از طفلکا. خداوند به دربار با عزت باشه. این خاص یک تحفه از طرف خودم است و همکارایم. این میره باز برشان یک فون بگی. انشالله دفعه بعد اگر هموطنای ما کمک کرد باز زنگت میزنیم بیا یک چوب و بخاری بیام بگی ببر بر. ما سپاسگزاریم از فهیم اخلاصی که از کانادا مبلغ 1,70,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود.
که از آن جمله تمامی لوازم برای حفر این چاه آب را مبلغ 86450 افغانی خریداری کرده، مبلغ 47000 افغانی را برای حفر 100 متر چاه آب پرداخت نمودیم، مبلغ 16500 افغانی را ذخیره آب خریداری کرده، مبلغ 3000 افغانی را برای جابجایی ماشین حفر چاه پرداخت نمودیم و مبلغ 3500 افغانی را مزد کارگر و نلدوان پرداخت نمودیم که مجموع مصارف برای بهره برداری و حفر این چاه آب مبلغ 1,59,000 افغانی می شود و مبلغ 11,000 افغانی هم برای مصارف تهیه این برنامه از مجموع این کمک به مصرف رسید. و ما سپاس بیکران می نماییم از خانم مینا امیرزاده که از کانادا مبلغ 6100 افغانی را و عاطفه اکرمی که از ترکیه مبلغ 4500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که این مبلغ را برای خریداری سولر آفتابی برای تنظیم برق به این مسجد نقداً به ملای امام این مسجد پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.